همونطوری که میدونید هر سال نوروز که میشه اصلا یه حال و هوای دیگری داره. نوروز نه تنها برای ما ایرانی‌ها، نوروز برای کشورهای وسیعی هستن که در سطح جهان نوروز رو جشن میگیرن. اتفاقا در مجموعه شبکه‌های ما یکی از برنامه‌هایی که تولید کردیم در رابطه با کشورهای هستش که نوروز رو جشن میگیرن که یه چیزی حدود تقریبا میشه که در 12 تایی از سال اطلاعات بیشتری هم بهتون خواهم داد. ولی همیشه نوروز که میشه در برنامه‌های نوروزی ما جای یک نفر همیشه بایست باشه و اون دوست خوب و عزیز بنده آقای کوروش پورکیان هست، کنسول محترم جمهوری تاجیکستان در هامبورگ. اجازه بدید خوش آمد بگیم و سال نو رو به ایشون تبریک بگیم، به جناب دوست عزیز خودم آقای کوروش پورکیان. آقا سال نوتون مبارک. قربون شما، تشکر از معرفی بنده. من واقعا باعث خوشحالیمه که در این سال جدید نوروزی 1404 در خدمتتون هستم باشی. و تبریکات صمیمانه خودم رو همچنین از طرف ملت تاجیکستان خدمت عرض. قربونتون برم، زنده باشیم. ما این چندمین سال نوروزه که ما هم هستیم. فکر یه 7-8 سال میشه. دقیقاً شاید از بیشتر در حدود 10 ساله. دقیقاً. من یه چیزی که خیلی برای من ارزشمنده، درسته خیلی از کشورها نوروز رو جشن میگیرن ولی تاجیکستان یه احساس، نمیدونم چجوری میشه اینو گفت، یه احساس خونی باهاشون داریم، یه احساس غریب نیستیم با هم دیگه. میدونید منظورمو؟ بله کاملا صحیح. اصلا یه چیز متفاوتیه برای ما. الان مثلا خب من میدونم قرقیزستان، نمیدونم قزاقستان، اینا همه نوروز رو جشن میگیرن ولی تاجیکستان اصلا یه مقوله ایش جداگانه. چرا فکر میکنی شما ما اینقدر با هم دیگه احساس نزدیکی داریم، در صورتی که مثلا افغانستان هم خب اونها هم جشن میگیرن، اونها هم همزبان ما هستن، برادران و خواهران ما هستن، ولی با تاجیکستان یه چیز دیگه است. جریان چی فکر می‌کنید چیه شما؟ جریان به این ترتیبه که نژاد این دو کشور نه اینکه فقط زبانشون، فرهنگشون یکیه، بلکه نژادشون هم آریاییه. اینا خیلی مغرورن که نژاد آریاییه. شما هنوز در کشور تاجیکستان برید خیلی چشم‌های آبی رو می‌بینید که ما در اروپا می‌بینیم که اونجا هستن و زبان سلیس ایرانی، فرهنگ رودکی و مولانا و فردوسی که آدم لذت میبره. با هر کسی که صحبت بکنه براتون شعرهای از حفظ شعرهای فردوسی و سعدی و حافظ و مولانا رو میخونن. اینطوری که رئیس جمهور تاجیکستان آقای امام علی رحمان در ملاقاتش با رئیس جمهور ایران پزشکیان شعرهای مختلف دیدم اونو خوندن و همه ملت ایران را دعوت کردن که تشریف بیارن، نه برای سرمایه‌گذاری، برای دیدن. بیان فرهنگتون رو ببینید. باریکلا. اتفاقا جالبه که اینو گفتید. شما یه ویدیویی هست که گروه موسیقی تاجیکستان با چند تا از خواننده‌های معروف اونجا این ترانه رو خوندن که این ترانه راجع به تاجیکستان و ایرانه، دوستی تاجیکستان و ایرانه. من اگه اجازه بدید قبل از اینکه ادامه بدیم صحبتمونه بریم این ترانه رو ببینیم چون بسیار زیباست. بسیار زیباست. بریم این ترانه رو ببینیم و برمیگردیم در خدمت جناب آقای کوروش پورکیان با شما خواهیم بود. مرسی. در جام است لیک اقیانوس آرام است، پرچمش از رستم سام است، فخر او سینا و خیام است، مظهر خورشید تابان است، تاجیکستان است و ایران
عالمی مهر و محبت ها، دست افشانی پابرجا، عالمی مهر و محبت ها، دست افشانی پابرجا، شهرتش از آسمان بالا، شهر کتابی عالمی معنا، میهن کس عشق و ایمان است، تاجیکستان است و ایران است، تاجیکستان است و ایران. کمال ما گوش به هم پیچیده حال ما تا قیامت رودکی خان است تاجیکستان است و ایران است تا قیامت رودکی خان است تاجیکستان است و ایران دیدی چی خوندن؟ اصلا دوستی رو دیدی؟ رفاقت، صمیمیت، چه موسیقی قشنگی. میدونید اینجا اینو کجا زده بودن؟ اینا همون سالونی که با هم رفته بودیم تو همون سالن بزرگ چیز اونجا ضبط کرده بودنش. من اتفاقا جالبه برای هموطنانمون بگم که با به اصطلاح با همراهی در کنار جناب استاد پورکیان ما دعوت شدیم، با دعوت ایشون به سالگرد استقلال جمهوری تاجیکستان از طریق دولت تاجیکستان دعوت شده بودیم اونجا که بسیار بسیار لذت بردم. چقدر مردم سالم، چقدر مردم مهربون یعنی اصلا تو خیابون را میری هم سلام علیک میکنن، حال احوال میکنن. آقا یه چیزی که برای من خیلی جالب بود اونجا، میوه های تاجیکستان. اینقدر میوه هاشون خوشمزه است، طبیعی باری کلا، هیچ گونه کود شیمیایی هیچی نداره. شما چیش برای شما اونجا خیلی جذاب تره؟ از همه مهمتر ملتشن. با هر کس که صحبت بکنی در خونه‌شو باز میگن بفرمایید، فقط کافی شما بگید من مهمانم. چون واقعا بله. چون جاده جبل سیکرت بوردش هم همینه، کدش هم کد مهمانم دقیقاً. جا ببینید رسول من بردن کاباره دوبل گوگوش و نمیدونم بقیه اونجا بودند و میخوندند و مردم میرقصیدند و ما نشسته بودیم داشتیم تماشا میکردیم. مهمان وزارت امور خارجه دیدم از میز بغلی برگشتن، آقا چرا نمیرقصی؟ گفتم بابا کی برقصی؟ گفت خانم من اینجاست. گفتم بابا بلو بکن قربون تو، ما نرقصیدیم. یه 10 دقیقه دیگه از اون طرف اومد، آقا چرا نمیرقصی؟ شما اینجا تنهایید. گفت با کی برقصی؟ گفت خانم من بابا بلو بکن. یعنی منظور انقدر صمیمیه، انقدر صمیمیه. خانواده میبینن، خانواده میگه بابا جان شما اومدید اینجا تفریح کنید، لذت ببرید، نشستید یه تماشاهای بگه سینماست. الان چند تا کشور هستش که نوروز جشن میگیره؟ در حدود 12-13 تاست که جشن عمومی میگیره. بعد کشورهایی هستن که منطقه‌ای میگیرن، مثل چین، هندوستان،
اینا منطقی میگیرن درسته. یا روسیه اینا منطقی میگیرن، ولی نوروزی که روز تعطیلات باشه در روز 12 تا کشور هستن که این جشن میگیرن. بعد رئیس جمهور تاجیکستان همه رو دعوت کرد که بابا جان شما اگه 3 روز جشن میگیرید ما 1 ماه جشن میگیریم. بله. یک ماه نوروز جشن میگیریم. دقیقاً. و چقدر جالبه که الان شما گفتید که الان در 12 تا کشور هستن. ما اتفاقا یه برنامه رو همونجوری که اول برنامه هم عرض کردم یه مستندی رو تهیه کردیم در این رابطه که بعد از خاتمه صحبت‌های من، سوالات من از جناب پورکیان حتما برای نمایش میگذاریم که اینم ببینید که واقعا کشورهایی که نوروز رو جشن میگیرن چیکار میکنن. یه نکته‌ای که خیلی جالب هست اینجا، ما ایرانی‌ها نوروز میگیم نوروز، عزیزان ما، برادران و خواهران ما در افغانستان و تاجیکستان نوروز رو میگن نوروز با اون لهجه خودشون، در صورتی که مثلا نوروز نوشته حروف لاتینش میشه NOROOZ. این به زبان فارسی ماست، ولی اونایی که اونا میگن میشه NOWROOZ. یعنی شما سرچ که میکنی توی گوگل یا یاهو چیزی اونو بعضی وقتا نشون میده، در صورتی که در یونیسف تا اونجا که من اطلاع دارم اونی که ما مینویسیم ثبت شده NOROOZ. و اینو توصیه میکنم به همه شماها، سعی کنید اینو رواج بدید که واقعا نوروز NOROOZ نه NOW. اینو حتما سعی کنید رواج بدید به هر کسی که میشناسید، میدونید و ارتباط دارید باهاش در مورد مسائل نوروزی. خب جناب پورکیان، ما کی دوباره بریم تاجیکستان؟ عزیز من یه هیئت رسمی دولتی اوایل می میشه در روز 12-13 اردیبهشت ما داریم تنظیم میکنیم. هر کسی علاقه داره بیاد توی صفحه فیسبوک من، اینستاگرام من اونجا معرفی کردم. آدرس فیسبوک و اینستاگرام جناب پورکیان رو زیر صفحه تلویزیون ملاحظه میکنید، میتونید از اونجا وارد بشید. اونو معرفی کردم، هر کس دوست داره با تشریف بیارن و گروه‌های مختلف، رشته‌های مختلف، کمتر توریستی، بیشتر تحقیقاتی، اقتصادی، علمی، فرهنگی، پزشکی. اونجا ملاقاتی خواهند داشت با من باید ببینم چه گروه‌های تشریف میارم با من. من ترتیبش رو میدم از طرف دولت تاجیکستان، ملاقات داشته باشن، مسئولین بیان که باهاشون صحبت کنن. البته جلسه عمومی داریم در وهله اول که وزرا تشریف میارن، امکان اینکه آقای رئیس جمهور تشریف داشته باشن هم هست که اون بعد از اون جلسه عمومی بعد تخصصی صورت میگیره. من حتما توصیه میکنم شما عزیزانی که مایل هستید حتما به آدرس زیر صفحه تلویزیون دقت بکنید، وارد بشید، برید و ثبت بکنید درخواستتون و جناب پورکیان و همکارانشون در دفتر ایشون با شما در ارتباط خواهند بود و شما رو در جریان قرار خواهند داد. جناب پورکیان مجددا ممنونم از وقتی که گذاشتید. آقا سال نوتون مبارک باشه. قربون شما. عیدی ما چی شد آقا؟ عیدی قرار بود ما عیدی من همراه آوردم ولی الان اینجا بغلم نیستش، تو اتاق بغلیه. خب من برصد من یه عیدی از شما میخوام. من یه دونه هدیه براتون آوردم. این شما میدونید 2500 سال قبل کوروش نوروز رو بین المللی کرد. درسته. بین 35 تا کشور مختلف که جزو امپراتور پرژین پارسی بودن. من این اسم رو در حدود 20 سال یه ادگلون در بازار که تو اروپا میفروشن به من سال 79 هدیه دادن. هنوز تو بازار این ادگلون رو براتون آوردم. اسمش هم کوروشه. به همون قدمت هم هست. همون قدمت 2500 سالشه. بزنید اصلا معرکه میشه. 2500 سالشه. 2500. آقا عید شما مبارک. عیدتون خیلی مبارک. بزرگی کردید. برای همه آرزوی موفقیت شادی قلبی دارم. زنده باشید. عید شما مبارک. میریم و برمیگردیم با برنامه‌های نوروزی در خدمتتون خواهیم بود. مرسی.